السلام علیکم یار و دوستان محترم هواداران کنر و مردم زرافشان. واقعا خیلی خوب پیش رفته ایستاده است. باز اینا به همین رای شما یک اما توت خالی سامانی ها میبرونده یادم یک گفتم بینم کاری مردم چه خیلی پیش رفته است. الان تا بالای پارک شغل ریخته فرامدگی هستند. به فکرم یک گریدر میبیاد همین هموار میکنند و خدا خود برای اسفالت تیار میشدن. خیلی همجا تا بالا را شغل ریخته فرام سری 15 متر یک زیل یک کماس شغل ریختگی هم. این حال تراکتورها همین راه وی تعمیر کرده. پیشی کوپروکی بالای کانال میبرومده را خیلی عادت طرف سنگ دیوار کردیان و آی کرده. این مردم عقیق همه دام گرفته ولی کوپروکی من تو با اینجا فرمی زرافشان دخترم. این فرمی زرافشان مردم اونجا عبید کرده بخیر من پیک بول خودم در خوش دعا میکنید. خیلی مردم واقعا اتفاق هستند. حشر قطعی کار پیش برسونه. حاضر ورنه آدمون دوره پیش بود حشر حاضر حشر گویم وید نمی بیاد کلکیش گوید می بیاد. لیکن مردم زرافشان برای همین سهم ارزندی خودشون در همین راه لیکن برای بابا میمونده فکر بچه بر بچه هاشون میگو که ماها بچه هم همین راه راست کرده بودیم با خدمتامو با یک خیلاش میگم بچه هم ما هم وقتش پول گذرونده بودیم خدا ما نتونستیم اینه که با پولامو همین راه برای تعمیرش ما سهم ارزندی خدا ما رو گذاشتگیم. بچه هم گفته با بری فرزنداشون نکنن ایله همین راهی که ساختیان قریب 100 ساله برای همین خلق زرافشان خدمت کنن. به این راه نه تنها زرافشان من اونجا فهمیدم بچه حاجی امیر فهمیده که او تیگی که میبرن همین رقتی صحرا جوش هست که اونجا به همین راه میبرن. باز خیلی ساز شود با مردم همسایه سامانیان هم به فکرم به همینجا با راه میکنن تا یک خودشون به خود اومده نه. این اسفالت شوروی خیلی دوام کرده با خدا خود اسفالت نم کنن. این هم دیده با عمر اسفالت پر درستر شده هرچی مردم با ثواب بسیارتر کسب کنند. چون که تا یک سنگ همین اسفالت هست ثوابش برای تشکیلاتچی کارگر سهمگذار میرسد. ویدیو معقول شود اگر هر آدمی که 100% سنه کردید 100% سکنید که ما یک بینم همین کانال من که گیرم میشم منیتیزاسیش انتظاره کشیدم که یک بینم میتونم همین منیتیزاسی راست هستم یا اینو همش واهمه برای کی آوه